سلام بر شما. به مجموعه خبری امروز با من سخی یوسفی خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. از سخنان جدید علی اصغر نخعیرات، نماینده کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، که گفته است اتباع دیگر نمیتواند در هر شغل فعالیت کند، و گفته های شهردار مشهد که گفته است هیچ کمکی برای خدماتی که به اتباع ارائه می دهیم دریافت نمی کنیم، تا گفته های سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که گفته است حجم مبادلات تجاری ایران با افغانستان بیشتر از تجارت با کشورهای اروپایی است، و نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه اتباع و مهاجرین خارجی در غرب استان تهران، و همچنان گفته‌های جدید معاون امنیتی و انتظامی استان کرمان در مورد اتباع و مهاجرین خارجی در این استان، و همینطور مهمترین و جدیدترین خبرهای دیگر از امروز را در این ویدیوی خبری ببینید. تا آخر این ویدیو با من باشید. و حالا مشروع خبرها را با سخنان علی اصغر نخعیرات، نماینده کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران آغاز می‌کنیم، که گفته است اتباع دیگر نمی‌تواند در هر شغل فعالیت بکند. این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد که همچنین پیش بینی شده است که اتباع برای اشتغال در کشور صرفاً بر اساس اعلام نیاز وزارت کار بتوانند مجوز کار بگیرند. ما اطلس مشاغل را در این قانون پیش بینی کرده ایم که طبق آن اتباع نمیتواند در هر شغل فعالیت بکنند. اتباع غیر مجاز و اتباع مازاد بر نیاز کشور باید از کشور خارج شوند. این موارد از جمله موضوعاتی بوده که تا اکنون مورد بحث قرار گرفته و به تصویب کمیسیون رسیده است. نخعیرات در پاسخ به این پرسش که نهایی شدن این قانون چه نتایجی میتواند بر امنیت داخلی و ساماندهی امور اتباع به همراه داشته باشد خاطر نشان کرد که اگر این قانون تصویب و اجرایی شود، فرصت بسیار مهمی برای اتباع در بعض موارد به چالش و حتی تهدید تبدیل شده، ناشی از نبود برنامه‌ریزی دقیق و نداشتن چنین سازمانی بوده است. هر دستگاه با سیاست‌های خود و بدون هماهنگی سازمانی عمل کرده و ما برنامه منسجم و روشن در خصوص مدیریت اتباع نداشتیم. این عضو کمیسیون امور داخلی شوراها با اشاره به این که با تشکیل این سازمان و اجرای قانون ضوابط مشخص خواهد شد، بیان کرد که اینکه چه تعداد اتباع در چه حوزه‌های و بر اساس چه نیازی وارد کشور شوند همه مشخص خواهد شد. این روند بی‌نظمی، ورود بدون کنترل و اسکان بدون برنامه‌ریزی را از بین میبرد و استفاده از ظرفیت اتباع در جهت نیازهای کشور مدیریت می شود. شهردار شهر مشهد گفته است که شهرداری هیچ کمکی برای خدماتی که به اتباع ارائه می دهد دریافت نمی کند. شهردار مشهد با بیان این که ما هیچ کمکی برای خدماتی که به اتباع خارجی ارائه می دهیم دریافت نمی کنیم گفته است که با این حال جمهوری اسلامی ایران همواره میزبان خوب برای اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی عزیز بوده است. در ادامه سخنان شهردار مشهد را ببینید و بشنوید. شهرداری مشهد در راستای ارائه خدماتش به اتباع خارجی محترم مقیم مشهد هیچ گونه کمکی از دستگاه دولتی و یا سازمان‌های بین‌المللی دریافت نمی‌کنه و تمام این خدمات رو از محل منابع داخلی خودش داره تأمین می‌کنه و عزیزان مثل یک شهروند معمولی از خدمات استفاده می‌کنن. خب امروز هم خوشبختانه مدرسه‌ای که شاهد بودیم افتتاح شد، بخشش رو از کمیساریای عالی سازمان ملل کمک کردن و فایزانمون در آموزش پرورش و نوسازی مدارس هم این رو آماده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که تجارت ایران با افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفته است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران از افزایش چشمگیر حجم تجارت با طالبان خبر داد و تاکید کرد که این میزان از کل تجارت ایران با کشورهای اروپایی بیشتر است
وی در ادامه خاطر نشان کرد ایران باید بر توسعه و گسترش روابط تجاری با طالبان تمرکز کند و استانهای مرزی می تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کنند. وزیر امور خارجه در پاسخ به نگرانی مربوط به مسائل مرزی نیز اعلام کرد که این موارد در سطح مسئولان محلی قابل حل و فصل است. بر اساس آمارهای رسمی عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان حجم تجارت دوجانبه در 6 ماه گذشته را 1.6 میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم در مقایسه با 1.1 میلیارد دلار تجارت با پاکستان در همین بازی زمانی رشد قابل توجه را نشان می‌دهد. در ادامه این ویدیو ببینید و بشنوید. من یه مثال بزنم. میزان تجارتی که ما با افغانستان داریم از تقریبا مجموع کشور اروپایی بیشتره. خب ما الان توجهمون باید بگذاریم به افغانستان و اتفاقا استانهای مرزی ما با افغانستان بسیار نقش کلیدی میتونن بازی بکنن در گسترش تجارت بین دو کشور. مسائل مرزی هم الا ماشاءالله داریم. همونجا مقامات خصوصا میتونن حل و فصل بکنن. نشست پایش انبارها و بررسی چالش‌های اتباع و مهاجرین خارجی در غرب استان تهران به میزبانی فرمانداری شهریار و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد. در این نشست مسائل و چالش‌های حوزه اتباع و مهاجرین خارجی غرب استان تهران به میزبانی فرماندار ویژه شهرستان شهریار و با حضور مسئولان استانی و شهرستان‌های غرب استان تهران در سالن شهید صدرزاده برگزار شد. در ادامه این ویدیو ببینید. مرحله دوم شناسایی کلونی‌های اتباع، محل اختفای اونها رو، کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز رو دارن به کارگیری میکنن به شدت برخورد قضایی و قانونی میکنیم که به هر حال این شرایط ایجاد بشه که به هیچ عنوان اتباع غیر مجاز حق کار کردن در حوزه‌های مختلف ما رو ندارن و اینها باید خیلی سریع از کشور خارج بشن و به صورت قانونی وارد کشور بشن. این نشست در فرمانداری ویژه شهریار برگزار شد. عادی شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، شهریار. معاون امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ساماندهی اتباع خارجی را یکی از محورهای مهم کاری این معاونت برشمرد و خاطر نشان کرد که در این حوزه 2 اقدام اصلی دنبال شد. نخست طرد اتباع غیر مجاز که به هر دلیل در استان رسوب کرده بودند و دوم مدیریت هوشمند اتباع دارای مدارک هویتی معتبر و مورد تایید وزارت کشور است. وی افزود از سال گذشته تا اکنون 60,000 نفر از اتباع غیر مجاز از استان طرد شده اند. همچنین مرکز ساماندهی اتباع با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است که رفتارشناسی و رصد دقیق حضور اتباع را امکان پذیر کرده است. معاون استاندار کرمان تاکید کرد که کرمان امروز از استانهای برتر و پیشروی کشور در ساماندهی اتباع خارجی به شمار می رود. سپاسگزارم از شما که تا پایان این بخش خبری با من بودید. اگر می خواهید از تازه ترین و مهمترین خبرها به گونه همه روزه اطلاع پیدا بکنید، این کانال را سابسکرایب بکنید و این ویدیو را لایک بکنید. خدا حافظ و نگهدار شما.